کسی که خودکشی میکنه خدا برای این در نظر گرفته بود که این خودکشی کنه بمیره، اون پیمانه عمرش تموم بشه، یا خودش انتخاب کرده؟ اون طرف راه بد و رفته، تهش رسیده به خودکشی. اگر راه بعدی رو میرفت تهش میرسید به اشتیاق، میگفت برم راه دیگرم برم ببینم اون یکی چی میشه. اون یکی رو میره، ایده ها میاد، موفقیت میاد، نشونه ها میاد که میره تو مسیر درسته. از همیشه تو زندگی این 4 تا رو در نظر بگیر. کسی که اعتیاد داره به مواد مخدر، سیگار میکشه، مشروبات الکلی استفاده میکنه، نمیدونه داره چیکار میکنه؟ یعنی هیچ راهی وجود نداشت که اینا رو انتخاب نکنه. جوونی که میره تو دام اعتیاد قطعا یه راه دیگه ای بوده که بره دنبال شغل، سالم زندگی کنه، ورزش کنه، روابط سالم داشته باشه، بره تحصیلاتش رو ادامه بده، یه زندگی خوب موفق برای خودش بسازه. از طرفی هم آدمایی هستن که زندگی فوق‌العاده موفقی دارن، فوق‌العاده زندگی خوبی دارن. آدم میبینه میگه وای اینا چجوری زندگی کردن. برای خودشون وقت میذارن، برای سلامتیشون ارزش قائل هستن، برای بدنشون، برای روانشون، برای روابطشون ارزش قائلن، برای زمانشون. بزرگترین ثروت آدم زمانشه، برای زمانشون ارزش قائلن. هر چیزی نمیخورن، هر جایی نمیرن، هر چیزی رو امتحان نمیکنن. تو سنشه، جوونه، میتونه بره توی مهمونی 1000 تا چیز رو امتحان کنه، یه جا محکم میگه نه، میره تو مسیر درسته. اختیار ماست که زندگی ما رو میسازه، اما ما جبران اختیار داریم. ببین آدمای تنبل، آدمای اهمالکار، آدمایی که نمیخوان قدم از قدم بردارن، همه چیزو میندازن گردن جبر، میزنن تو سرشون، میگن سرنوشت منه. هیچ قدمی بر نمیدارن، هیچ تلاش نمیکنن. ببین اگر همه چیز جبر بود دیگه کسی تلاش نمیکرد. ما تو زندگی 2 تا انتخاب داریم، یا بهترین خودمون باشیم یا قربانی ترین خودمون. آدمایی که مادرزادی معلول به دنیا میان، توی یه تصادفی معلول میشن، دستشون از دست میدن، پاشون از دست میدن، دچار نقص عضو میشن. اگر بگیم این اتفاق جبره، آیا اختیاری نداره دیگه؟ کم نیستن آدمایی که ناقصن ولی موفقن.